شفاخانه دو آشیانه برای نورسان و هم تولد نوزادان. آن را نه دولت بلکه ساکنان دهه قلعه دوست ناحیه دیوشتیچ با مبلغ بیش از 8 میلیون سامانی خواهند ساخت. بخش اولی سرمایه را اساساً مهاجران و سخاوتمندان ده پرداختند. 4 میلیون سامانی حاضر مبلغ به حساب ما اومده دست کمیته محله با بنابراین اکنون حاضر جوانای ما هم تحصیلات دارن که حرکت میکنن. همین روز تولد جناب با همین تا روز تولد جناب همین به آخر رسانده باید پدرکه کنن. 16 وای دارد پلاتا. تگینی پاست اتجاش این زنان ضعیفان کسلی اتجی بالایش برای بچه‌های از خردسال تا 12 ساله. سال یکم بیمار وای شود نکه از 12 بالاش پیرم نمیشد اینجا با خواهد تا 12 ساله. همین با تشبوسی من رحمت همون آدمای مهاجرایی که در شهر روسیه گشتن همونو تشکیل کردن که همین کنیتون و مثلا مبلغش حسابی موند. حالا این دهه دارای بیش از 2000 خانواده یگان نهاد طبی ندارد. هرچند بیمارستان را مردم میسازد، آنها راضی‌اند که بعداً این بنا مقام دولتی گیرد و در آن متخصصان خوبی ساحه تندرستی کار کنند. من که این کلانی ما خوش کردی نیست شب برف زده قپیده نه چراغ بود نه یک روز سیب چاک برده تولد کردم اومدم نشد عذاب کشیده بودیم. من اینجا شاید خدا صبر داشت کرد هم ماما یک گپ شده گفته طرفدار همین الهی برکه یابن. مثلا من ماما های حقانی من پایین با یک 5 کیلومتر دور یک سیتواسیون های میشد که возможность نیست تا اونجا رسوندن. اگر ما به اینجا شود یک کسلی پروستای من خودم هم مثال تصمیم برد برای دکتر های که دوتا انا یک دوری میبیاید همینجا اوکول میکنیم میابزد ما همینجا یک تاکسی کرده یا وای کرده سرسان نمیشیم. از روی لایحه مساحت شفاخانه 301 گیکتار را فرا خواهد گرفت و در پهلوی آن مکتب میانه فعال است. چندی از ساکنان میگویند به اطلاع آنها در راه همشفت بیمارخانه و مکتب دو ساکنی همین ده برای بنیاد منزل با قرار رئیس ناحیه زمین نزد حولگی گرفتند. به اندیشه آنها در صورت ساختمان آن به باشندگان ده مانعه های زیاد به وجود می آید. اینجا یکمش این که راه، دویمش این که این ساختمان طوری نمیاد. اونجا با جویواری که هست زیاده از 1000 تا خواجگی آب میخورد. و من اینجا توربی آب هم فرامدگی برای مردم آب برای اگرات پالیزنای و اگرات توربی آب هم فرامدگی اکنون دلش این و ساختمان هیچ مانع شدنش ممکن هم نه. چی بکی اونجا راه اینجا جنازه خانه میخواهیم مثال باغچه کودکان شود پگه و یا نیبرای تیم با کلنا یک کار کنن همش میخواهیم البته شدنش در کار ده بازی بچه ها همین زمین های نگیرم میگوییم مونن که مثال می بلنیسه شود باغچه شود مثال آبی و یا ما گذرد خلق و مثال ما طرفدار خلق این حوزی مثال برای پجرنگ این هم مثال دکومنت کردگی بده و این ما خلقا خودمون پول توپ کرده اینو وای کردیم. امروز اومده زملمر زمین چین کردیم خیر این مثلا ما 5000 7000 سون وقتش به پول توپ کردین کردگی گردش به ریشاتکی کردگی و همین هم مثلا یگان باید دیده عیب بودگی سمی کار اگه بالینسی شود یک کار حال شود یک خونه پجر میشد یک وای میشد تا ودواز جیغ میزنید که تا اغانچی میبیاد میبیاد قلان سپول تگفته. ساکنان با نامه دستجمعی از روی این قرار مقامات محلی به دادستانی ناحیه مراجعت کردند. دادستانی در جواب کار مقامان را موافق به معیارهای قانونگذاری ارزیابی نموده است. با این وجود ساکنان میگویند که به زینه‌های بالایی نظارتی مراجعت خواهند کرد. اقدام بنیادکاری ساکنان دهه قلعه دوست ناحیه دیوشتیچ بار اول نیست. آنها در گذشته با پل دستجمعی چند چاه عمودی کافته راه مرکزی دهه را منفرج کردند. در آینده نیت دارند که چند کارخانه و مرکزی خدمت رسانی سازند و امیدوارند حکومت محلی تشبوسی آنها را دستگیری نماید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه دیوشتیچ.